سلام علیکم. سلام، چطوری؟ خوبی؟ چرا داد میزنی؟ میخوام صدام برسه. من الان دارم حرف میزنم صدام بهت نمیرسه؟ چرا؟ شما چوپانی؟ نه، خلبانم. اینا هم مسافرامم. عزیزم بیا پاسپورتتو به هوشنگ نشون بده. مامان جون بگو لطفاً کباب بدی. این یه نصف است، اینم با اجازهتون دیگه من بخورم دیگه. دکتر زنگ بزن چند تا سیخ بیارم. بیا اینم پولش. تو پول چیه؟ هوشنگ که به خاطر پولش نمیگه. پس به خاطر چی داره میگه؟ بابا این بچه طفلی الان هی داره میگه کباب کباب. ببخشید آقا خانم، من کی واسه پولش گفتم؟ بیمارستانم که دیدی من حساب کردم. باز داره میگه بیمارستان. باز میگه بیمارستان. آقا بیا. این کارتم، اینم پول، هر چقدر میشه بیا بردار دیگه. کارت خالی که فایده نداره. بگو رمزت چنده؟ میخواستم ببینم که چی شد به علاقه من شدی. راستشو بگم حتما. خب شما صاف و ساده این همچین مثل آب زلالین. وای ایبا چی شد آقای نعمتی ها؟ نفسم بالا نمیاد. اشیا جون پاشو. راحت باش.